سلام، من ساجدم و به چنل من خیلی خوش اومدید. امروز با هم اسکچ بوک تور داریم. اگر مثل من عاشق نقاشی و صحبت کردن درباره نقاشی هستید، از این ویدیو لذت میبرید. یکی از مدل محتوایی که من خودم خیلی توی یوتیوب دنبال میکنم ویدیوهای اسکچ بوک تورن. وقتی که یه آرتیست میاد دفترش رو ورق میزنه و دونه دونه راجع به نقاشی‌هایی که کشیده توضیح میده، برام خیلی لذت بخشه و از مدت‌ها پیش توی ذهنم بود که اگر یه روز چنل زدم حتما باید همچین ویدیویی بگیرم و چون همیشه نقاشی‌هام پراکنده بود و هر کدومو توی یه دفتر میکشیدم، این فرصت پیش نیامده بود. اما بالاخره این دفتر رو تمامش کردم و امروز میخوام که نقاشی‌هاشو با هم دیگه بررسی کنیم. معمولا اینجوریه که آرتیست‌ها یه دفتر رو توی مثلا چند ماه تمام میکنن، ولی برای من چند سال طول کشید تا این دفتر تموم شه، به خاطر اینکه میگم خیلی پراکنده کار میکنم و هر کدومو توی یه دفتر کار میکنم، اما بالاخره تموم شد و میخوام که امروز با هم ببینیم توش چیا کشیدم. یکی از سوالایی که خیلی از من میپرسید اینه که این دفتر رو تو از کجا خریدی؟ من این دفترمو نخریدم و خودم درست کردم. در واقع نمیشه گفت خودم درست کردم، چون تنها کاری که کردم این بوده که مقواها رو بریدم و دادم بیرون، برام سیمی کردن. همه کافینت ها این کار انجام میدن. مقوایی که من استفاده کردم فابریانوی 400 گرم چکشی کارخونه‌ایه، یعنی دستساز نیست، کتون نداره و خیلی هم مقوای خوبی نیست و پیشنهاد نمی‌کنم که از این مقوا استفاده کنید. اما خب اون موقع با توجه به شرایط و اطلاعاتی که داشتم همین رو درست کردم. برای جلدش از کاغذ گراف استفاده کردم. جلد اولی که ساخته بودم خیلی ضخیم و خوشگل بود. این جلد رو براش طراحی کرده بودم که گفتن چون خیلی ضخیمه دستگاه نمیتونه سوراخش کنه و خیلی خورد توی ذوقم، اما فعلا ازش برای نگهداری این تیکه مقوا هم دارم استفاده میکنم. شاید بعداً بدم یه جایی که دستگاه بهتری داره بتونن برام سیمیش کنن. نقاشی روشم طرحش از خودم کشیدم و یکی از طرحهای تصویرسازیمه که خیلی دوستش دارم. با آبرنگ روی مقوای الر کار کردم و بعد دورش رو بریدم و با چسب رازی چسبوندم روش. یه اشتباهی که کردم این بود که اول چسبوندم پشتش و بعد دیدم که این پشت دفتر سری کندمش و چسبوندم روش، اما جای چسبش پشت افتاده و دیگه هم روش چیزی نچسبوندم. این اولین نقاشیه که توش کشیدم، برای 22 دسامبر سال 2020 و دلیل اینکه بافت نداره و صافه به خاطر اینه که موقعی که دادم سیمی کنن برام، خانم اشتباهی 2 صفحه اولش رو پشت رو گذاشته بود و پشت مقوا رو گذاشته بود و منم چون دیدم صافه دیگه با اکریلیک 2 نقاشی اول رو کار کردم، اما اکثرا با گواش کار شده. این کار رو با اکریلیک کشیدم، از این اکریلیک های ارزون مال رپین و کامران و اینجور برندا. طرحش رو فکر میکنم از پینترست گرفتم و با اینکه کار اولم بود خیلی خوشم اومد. این ضرب قلمایی که توی زدم رو دوست داشتم و اون موقع تحت تاثیر یه نقاشی بودم که توی اینستاگرام دنبالش میکردم و خیلی نقاشی خوشگلی با اکریلیک میکشید و دوست داشتم منم امتحان کنم. و خوراکی و طبیعت بیجانم که جزو موضوعهای مورد علاقمه و این کروسانای خوشگل رو کشیدم. نقاشی بعدیم هم دوباره خانم پشت رو گذاشته بود و اینم بافتش صافه، پشت مقواه. این یکم با اکریلیک کار کردم اما خیلی دوستش نداشتم. الان که نگاه میکنم خیلی بد نیست، ولی اون موقع دوستش نداشتم چون اصلا نتونسته بودم شبیه عکسش در بیارم و جزئیات اینجا خیلی گیج کننده بود. اما خب در کل ترکیب رنگیش خوب شد و نقاشی جالبی شد. این نقاشی رو چند ماه بعد توی سال 2021 کشیدم. این نقاشیم رو خیلی دوست دارم و با گواش کشیدمش. اینو هم مارچ 2021 کشیدم. عکسش یه عکس مستطیلی کامل تر بود که من خودم برای اینکه جا بشه توی کاغذ این قسمتش رو کراپ کردم و خیلی ساده اینو کار کردم، یعنی اصلا خودم رو درگیر جزئیات نکردم، فقط یه طرح‌های کلی کشیدم و رنگش کردم. اما چهره دختر خیلی اذیت کرد. 3 بار کشیدم و با آب و دستمال پاکش کردم، دوباره روش رنگ گذاشتم، کشیدم، دوباره رنگ گذاشتم، کشیدم و در آخر گفتم که بیخیال نمیخواد شبیهش بشه و در نتیجه به این رضایت دادم. اما دوستش دارم، جزو نقاشی مورد علاقم توی این دفتره.
این نقاشیم رو اصلا دوست ندارم. اول با آبرنگ کار کردم و 1-2 سال بعد اومدم روش گواش کار کردم، نمیدونم چرا، ولی نه گواشش رو دوست دارم نه اون نقاشی اولش که آبرنگ بود. حس میکنم اونجوری که باید نتونستم درش بیارم و نتونستم رنگاشو خوب بسازم. این نقاشی رو هم آگوست 2021 کار کردم و خیلی هم تو اینستاگرام نشونش ندادم چون اصلا دوستش ندارم. اینم جزو کارهایی که دوستش ندارم. اول با آبرنگ کار کردم، این بالا هنوز اثر آبرنگ هست. بعد که اومدم پایین تر دیدم نمیتونم با آبرنگ این جزئیات و غلظت رنگی که میخوام رو بذارم. با اکریلیک روش کار کردم که بازم به دلم نشست. الان هر کی اینو میبینه حس میکنه که این یه سنگ این وسط، ولی در واقع این یه دختریه که پشتشو کرده به ما و این موهاشه. اینم پالتوشه که حالت خزمانند و مثل پوست حیوانه اونجوریه. این کارم هم اصلا دوست ندارم و تو سال 2021 کشیدمش. این نقاشی من با اکریلیک کشیدم و خیلی تحت تاثیر اون خانومه که میگم توی اینستاگرام داشتمش بودم اون موقع. خیلی واقعا نقاشی خوبی با اکریلیک میکشید توی سایز کوچیک و همش هم با ضرب قلم بود. خیلی راحت و بدون جزئیات کار میکرد. اون موقع دوستش داشتم ولی الان خیلی باش حال نمیکنم. حس میکنم که باید توضیح بدم چیه و در نگاه اول شاید به نظر نرسه که اینجا یه بیکریه و اینا نونای حجیمی هن که پشت ویترینن. شاید دوباره بعداً بکشمش. عکس خیلی قشنگی بود و اگر اشتباه نکنم عکسش رو از سایت فلیکر برداشتم. باز اگه تلفظش رو درست بگم نمیدونم چجور تلفظ میشه. این نقاشی من دسامبر 2021 کشیدم و بریم نقاشی بعدی. این دوتا رو با گواش پارس کشیدم. میخواستم که مثلا یه اتود خیلی کوچولویی بزنم و بیشتر اون نور و سایه رو بتونم خوب نشون بدم. نقاشی بالایی رو اصلا دوست ندارم. از این صحراهای آمریکاییه که تو این فیلم ها میبینید. پایینیش باز یکم مشخص تره که چیه، ولی در کل این دوتا اصلا دوستشون ندارم. به نظرم جزو کارهای ضعیفمه که خیلی نشونش نمیدم جایی. اینا رو هم دسامبر 2021 کشیدم. این نقاشیمو با گواش شینهان کشیدم و خیلی دوستش دارم. البته این پایینش که حالت آبرنگی شد و باز دوست ندارم. خیلی از خودم ایراد میگیرم میدونم، ولی حس میکنم که میتونستم بهتر کار کنم و اینو نصف شب بود که کشیدم. خیلی خوابم میومد، برای همین آخرش دیگه خسته شده بودم و فقط میخواستم تموم بشه. اما چهرهش و کلاش به نظرم باحال شد. اونم که تاریخش خورده 19 دسامبر 2021 کشیدم. من معمولا نقاشیامو امضا نمیزنم، اسممو دوست ندارم پایینشون بنویسم، اما خیلی برام مهمه که حتما تاریخ داشته باشه. اوایل این کارو نمیکردم، اما از یه جایی به بعد که تعداد نقاشیام بیشتر شد دیدم که خب حیفه داره به یه مجموعه هنری تبدیل میشه و حیفه که تاریخ نداشته باشه. خیلی حساس شدم روی این موضوع و دیگه هر چیزی که بکشم حتما زیرش تاریخ میزنم و حتی نقاشی قدیمم هم که تاریخ نداشت رفتم از توی گالریم عکساشو پیدا کردم، از روی تاریخی که عکس گرفته بودم تاریخاشو نوشتم. این نقاشی رو هم با گواش شینهان کشیدم. عکس اصلیش از پینترست گرفتم و بک‌گراندش سفید بود. من یه رنگ چرک آبی داشتم توی پالتم که نمیدونستم چی کارش کنم و تو پیش نقاشی هم به دردم نمیخورد برای اینکه ازش استفاده بشه. همینجوری برداشتم بک‌گراندش رو از این آبیه زدم، ولی خب بد نشد. نمیخواستم خیلی با جزئیات کار کنم، اما الان که نگاش میکنم میبینم کاش جزئیات گذاشته بودم. دوستش ندارم. این نقاشیمو دسامبر 2022 کشیدم، یعنی تقریبا 1 سال فاصله افتاده بود بین نقاشی قبلی و این و احتمالاً داشتم توی دفترهای دیگه کار میکردم. این نقاشیمو نوامبر 2022 کشیدم و خیلی دوستش دارم و جزو اون نقاشیه که وقتی میبینمش اون حسی که اون موقع کشیدنش داشتم زنده میشه. یکی از نقاشی‌های خیلی خیلی لذت بخش بود برام، از اینایی که یه آهنگ یا پادکست میذاری و همجوری شروع میکنی به نقاشی کردن. خیلی جزئیاتش رو دوست دارم، ترکیب رنگش، و حتی میتونم بگم از عکس اصلیش هم قشنگ‌تر شد. این نقاشی خود متفاوت تره به این دلیلی که یه زیررنگ صورتی جیغ توش استفاده کردم که هنوز آثارش رو اینجا میبینید. بازم تحت تاثیر یه آرتیست دیگه این کار کردم. یه آقایی بود فکر میکنم ویتنامی که اون بیشتر منظره و خیابون کار میکرد و
یه سبز جیغ، یه نارنجی جیغ، صورتی جیغ، از این رنگ‌های حالت فلورسنت اینا استفاده میکرد و روی اونا کار میکرد. خیلی خوشم میومد از اون بک‌گراندی که میزد. تصمیم گرفتم که منم یه زیر رنگ این رنگی بزنم و خیلی 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 به نظرم متفاوتش کرده. اینکه چه زیر رنگی رو برای چه رنگی استفاده میکنیدم خیلی مهمه. مثلا این سبز روی این صورتی قشنگ شده، ممکنه اگه زرد بود یا اگه مثلا آبی بود روی این صورتی قشنگ نمیشد. پس به زیر رنگی که میزنید باید دقت کنید. و اینکه زیر رنگو اصلا کامل نپوشوندم، از این خیلی خوشم میاد. هر جا رو که نگاه میکنی یه ردی از اون صورتیه میبینی و حتی توی رنگ سینکش باهاش ترکیب شده. اینو خیلی دوست دارم و بعد از این بود که توی نقاشی دیگه هم زیر رنگ رو استفاده کردم. طرحش هم دوست دارم و فکر میکنم که عکسش رو از پینترست دانلود کردم، مال خیلی وقت پیشه. اینم نوامبر 2022 کشیدم. فکر کنم اون موقع خیلی فعال بودم توی گواش. این نقاشیم رو هم که خیلی دوستش دارم، اول با آبرنگ کشیده بودم و اینجوری بودم که نه، این عکس حیفه که بخواد به این بدی نقاشی بشه، باید خیلی روش کار کرد. اصلا نقاشی که با آبرنگ کشیدم رو دوست نداشتم و تصمیم گرفتم که یه بار دیگه با گواش حتما بکشمش و نتیجه شد این نقاشی خوشگلی که میبینید. اوایل نمیدونستم مال چه فیلمیه، اما بعداً بهم گفتن که این انگار یه سکانس از یه سریال ترکیه‌ای، اسمش هم سخت یادم رفته. خیلی برای لباسش زمان گذاشتم و واقعا وقتم رو گرفت. این چروک ها و این جزئیات ها رو کشیدن خیلی زمان گیر بود، اما نتیجهش رو دوست دارم. این نقاشیم رو توی سال 2023 کشیدم. اینم جزو نقاشی مورد علاقمه. طرحش رو خیلی دوست دارم، خیلی حس خوبی میده و این قسمت میزش که این جزئیات ها رو کار کردم و خودم خیلی خوشم اومد. مثلا این بسته کادو شده زیر این فنجونه، یا این بطری که توش انگار نسکافه است، این دسته گلی که روی میزه، همه رو خیلی دوست دارم و کل این نقاشی رو از زیر رنگش تا تمام جزئیاتش کلش رو با یه دونه قلم کار کردم. قلموی شماره 9 سرگرد پارس آرت که خب وقتی خیس میشه و موهاش به هم میچسبه، نوکش کاملا تیز میشه و میشه جزئیات کشید و من تمام این نقاشی رو با این کشیدم و خیلی برام لذت بخش بود. این نقاشی رو هم توی نوامبر 2023 کشیدم. معمولا بعد از اینکه یکی دو تا نقاشی پر جزئیات میکشم یه خورده ذهنم خسته میشه و شروع میکنم به کشیدن یه نقاشی آزادانه تر. این جزو همون دسته نقاشی هست که میخواستم خیلی زود تموم بشه، فقط با چند تا ضرب قلم کارو در بیارم و خوب شد. اونقدری دوستش دارم، نه اونقدری دوستش ندارم. آسمونش شکم به دلم نشست، مقوام خوب نبود و دون شد و نتونستم بیشتر روش کار کنم. دوست داشتم آسمونش رو روشن‌تر کنم، اما خب این قسمت چمن‌ها و سنگاش رو دوست دارم. یه یاسی مانندی توی سنگاش زدم که به این سبز خیلی میاد و خیلی کارو قشنگ کرده به نظرم. این نقاشی رو هم توی نوامبر 2023 کشیدم، ماهی که خیلی پرتلاش بودم انگار توی گواش. اگر اشتباه نکنم این یکی هم مدلش رو از سایت فلیکر گرفتم. اینو فکر کنم کلا توی 1 ساعت و نیم کشیدم و طرحش پر جزئیات نبود. منم دوست نداشتم بهش جزئیات اضافه کنم، فقط بیشتر برای اینکه بتونم اونجوری که میخوام سایه درخت‌ها رو در بیارم و رنگا رو بتونم بسازم و هش پردازی کنم انتخابش کردم. یه کلیسای قدیمی انگار، ولی خب طرحش قشنگه، دوستش دارم. نتیجهش هم خوب شد. از اینکه دورش چسب نزدم خیلی راضیم. این خط نامنظمی که مثل یک کادر دورش افتاده به نظرم کارو قشنگ کرده. این رو هم نوامبر 2023 کشیدم. این نقاشی رو خیلی دوست دارم و یکی از شاهکارهام توی این دفتره. خیلی جزئیات داشت. این چوباشو بافتشو قشنگ نشستم ساختم. پارچش خیلی زمان گیر بود و اونم با حوصله کار کردم. تمام چروکاشو در آوردم. خود این جمجمه و هم رنگ بندی کارو خیلی دوست دارم، اون آبی و خردلی که توی کار هست، و هم طرحش خیلی به نظرم قشنگ بود. عکسش رو از پینترست گرفتم و این نقاشی رو هم نوامبر 2023 کشیدم.
کلا اینجور نقاشی خیلی وایب خوبی بهم میدن. نقاشیایی که یه گوشه آشپزخونه رو نشون میدن، کتری، فنجون قهوه، صبونه، یه میز ناهارخوری. اینجور نقاشی ها خیلی دوست دارم و چندین بار هم کشیدم. این نقاشیم هم جزو همون دسته است. خیلی از این نور آفتابی که افتاده اینجا خوشم میاد و کتریش رو هم به نظرم خوب در آوردم. اون مسی بودن و اون فرو رفتگی هاش رو تونستم در بیارم. خیلی وقتم رو نگرفت و دوستش دارم. توی نوامبر 2023 کشیدم اینو هم. اینم جزو همون نقاشیه بود که برای آزادی ذهنم میخواستم با ضرب قلم درش بیارم. اول با گواش کار کردم و چندین ماه بعدش اومدم با پاستل روغنی هم روش کار کردم. این شکلی نبود، یه خورده بی حال بود و حس میکنم پاستله یه خورده بهش جون داد و قشنگ ترش کرد. با گواش نوامبر 2023 کشیدم و با پاستل همین چند وقت پیشا اومدم روش کار کردم. این نقاشی وای این دیوونم کرد، یعنی مثل یه سرطان شده بود انگار. خیلی طول کشید، خیلی خیلی زمان برد. اولش که شروع کردم خیلی ذوق داشتم، شروع کردم از بالا به ساخت و ساز. بعد هرچی گذشتیدم وای چقدر خسته کننده است، چرا تموم نمیشه. برگاش رو میکشیدم، دوباره سری بعد میدیدم که نه دوستشون ندارم، از اول روش رنگ میذاشتم. دوباره سری بعد میدیدم که نه خوب نشده، دوباره روش رنگ میذاشتم و خیلی طول کشید. اما دیگه یه روزو فیکس کردم، گفتم باید تمومش کنم. نشستم سرش و گفتم اصلا نمیخوام خوب شه یا بد مهم نیست، فقط میخوام تموم شه. بالاخره تموم شد. نتیجهش با توجه به اینکه خیلی عذابم داد اونقدری بد نشد، ولی اگر با حس بهتری روش کار میکردم قطعا قشنگ‌تر میشد. دورش رو اکریلیک زدم به خاطر اینکه مدت زیادی دورش چسب داشت و این چسب انقدر دیگه مونده بود انگار ذوب شده بود روی کاغذ. روش رو اکریلیک زدم که اون چسبندگیش از بین بره، به جای اینکه حالا بخواد کثیف کاری بشه و بهش پرز بچسبه. اینو توی عید سال 1403 کشیدم. خیلی بازم حس خوبی داشت، از اونایی که وقتی یادش میافتم اون حس یادم میاد. اون نور آفتابی که افتاده بود رو میز و مثلا صدای پرنده و هوای خنک و بهار و اینا. طرحش رو نمیدونم از کجا گرفتم، اما پینترست نبود و خیلی هم زمانم رو نگرفت. برای اینستاگرام ضبطش کردم، توی ریل ها برین پیداش میکنین. دوستش دارم، به نظرم قشنگ شد. رنگ این تاجش و صورتش خیلی شبیه خودش شد و خوشم میاد از این کارم. اینو مارچ 2024 کار کردم. این نقاشیم رو هم توی عید کشیدم و رنگاشو دوست دارم. خیلی شبیه طرحش نشد، یه جاهایی تغییر کرد، اما در نتیجه دوستش دارم. یه مقدار کار کردن این کاکتوسه وقتمو گرفت به خاطر اینکه این خطاش یا صاف در نمی اومد یا پهن میشد یا کم و زیاد میشد و چندین لایه رنگ گذاشتم تا بتونم این خطای کاکتوس رو کار کنم، اما دوستش دارم. خوشگل شد به نظرم. این کار رو هم مارچ 2024 کشیدم. این یکی رو هم با اکریلیک کار کردم، همون اکریلیک های ارزون رپین و پارس و کامران و اینا. خیلی اکریلیک های خوبی ندارم به خاطر اینکه خیلی باشون کار نمی کنم و جزء متریال هایی که وقتی خوش میشه دیگه بهش دردی نمیخوره، برای همین ترجیح میدم خیلی براشون هزینه نکنم. طرح اصلیش خیلی قشنگ بود، یه مقدار تفاوت کرد اما دوستش دارم. اون نوری که افتاده رو صورتش به نظرم خوب در اومده. هم طرحش رو دوست دارم و هم نتیجه‌ای که پیدا کرد و خوشم میاد. اینو می 2024 کشیدم. اینم با گواش کشیدم، نمیدونم همون خانوم است یا نه، خیلی شبیه، ولی شاید یه نفر دیگه باشه. عکس اصلش اینجوری نبود، یه نور سبز و تاریکی انگار روی صورتش افتاده بود که من یه مقدار عکس رو ادیت کردم، رنگاش رو زنده کردم و خودم هم توش یه دخل و تصرفی ایجاد کردم. تقریبا جزو اولین چهره هایی میشه که با گواش کشیدم. می 2024 کشیدمش و دوستش دارم، اما اونجوری نیست که بگم به یکی از شاهکارهای این دفتر تبدیل شده. و اینم آخرین نقاشی که کاملا مشخصه فقط برای اینکه این دفتر تموم بشه و پر بشه کشیدمش. با گواش کار کردم و اینم خیلی اذیتم کرد. یه مدت حال داشتم روش کار میکردم، دوباره خستم میکرد، میذاشتمش کنار، اما در نهایت تبدیل شد به آخرین نقاشی این دفترم که
دسامبر 2024 کشیدمش و نمیخواستم حالا خیلی هم روش جزئیات کار کنم، میگم فقط میخواستم یه چیزی بکشم که این دفتر تموم شه بره و اینو انتخاب کردم. کل این دفتر شروعش از دسامبر 2020 بود و پایانش هم با دسامبر 2024 بود. از 1 دسامبر شروع شد، به 1 دسامبر ختم پیدا کرد و خیلی جالبه که با کروسان شروع شد و با کروسان هم تموم شد. این شده از اسکچ بوک تور امروزمون. امیدوارم که دوست داشته باشین و اگر از این جور سبک ویدیوها خوشتون میاد به هم حتما بگید. سریع میرم دفترهای دیگم رو هم تموم میکنم و براتون بیشتر از این ویدیوها میسازم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم که لذت برده باشین.